پاسخ من به اونایی که به این شکل به قول شما دارن دشمنی میکنن یا به هر دلیلی معتقد به روش و راهکار من نیستم. بسیار خب، برنامه خودتون رو ارائه بدید، رهبران خودتون رو معرفی بکنید. بالاخره این آدم هستش با این برنامه، با این دیدگاه، با چیز دیگه رو میگه، خب بیاید به نمایش بگذارید. اما من ندیدم، فقط بلدن دشمنی بکنن، فقط بلدن حمله بکنن، همش بلدن توهین بکنن. ولی آیا چیز دیگری ارائه دادن که جامعه بتونه تصمیم بگیره؟ خب من دنبال رضا پهلوی نمیخوام برم، دنبال ایکس یا ایگرگ میخوام برم. خب بگین کیه؟ مشکلی نیست. مگه من جلو کسی رو گرفتم؟ من دارم کار خودم رو انجام میدم دیگه. تشخیص با همیهنانمون هستش که چه چیزی بیشتر محوریت داره، کدوم بحث که بیشتر کمک میکنه به این همسویی. خب بیاد دشمنیشون رو بکنن، لااقل راه حل ارائه بدید، آلترناتیو ارائه بدید. ما که ندیدیم. منم ندیدم. شما هم ندیدید.